موضع خیابان کمال خوجندی شهر خوجند که در مرکز شهر واقع است پر تجدید می شود. در این باره از شعبه معماری شهرسازی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند به ما خبر دادند. این موضع بیش از 1.5 گکتار را تشکیل می دهد و احتمالیت تجدید آن را آغاز می کنند که بعد تجدید سیمای این منطقه شهر خوجند کلاً دیگرگون می شود. لایحه انگاری از نوسازی گلگشت کمال خوجندی واقع در خیابان اسماعیل سامانی در شهر خوجند کشیده شد. در اساس آن تجدید و از نوسازی این منطقه در نظر داشته شده است. احتمال می رود فضای مرکزی شهر را فواره های رنگی زمانوی که طریق آهنگ رقص بکنند بنیاد کرده شود، زیرا آن در لایحه مذکور انعکاس کرده شده است. شعبه معماری و شهرسازی شهر خوجند با دستور و هدایت‌های رئیس ولایت سوخت و اقدام نیکی رئیس شهر خوجند تصمیم گرفت که از نوسازی گل و گلگشت‌های کمال خوجندی در خیابان اسماعیل سامانی واقع است به نقشه گرفته شده است. از نوسازی کمال خوجندی طبق نقشه از طرف لایحه کشان لایحه بندی شده ایستاده است که بعد تصدیق آن از نوسازی کرده می شود. مدیر شعبه معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند عبدالرحمن حکمتов میگوید که هدف از تجدید این به طور زمانوی ولی با انعکاس معماری ملی از نوسازی کردن می باشد تا سیاحان از قدیمی بودن شهر خوجند با تماشای منظره آگاه شوند. مساحت عمومی از نوسازی گلگشت کمال خوجندی بیش از 1.5 گکتار را تشکیل می دهد که حالا مرحله خراجات آن یعنی سمت آن را تصدیق می نمایند. لایحه مذکور از طرف تاریخ‌شناسان و باستانشناسان تهیه کرده شده است و یک جای با لایحه کشان موضوع مذکور کلاً دیگر کرده می شود با طرز زمانوی با مسائل‌های ساختمانی نو تهیه کرده می شود. مقصد آبادانی برای بهتر کردن شرایط مردم برای دامگیری می باشد. هنگام نشست خبری ژورنالیستان آغاز ماه فوریه سال 2022 بر رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده اید به آبادانی این موضوع حرف زده بودند. آن وقت رئیس شهر خوجند وعده داد که لایحه از نوسازی و تجدید خیابان کمال خوجندی را دیگر باره مورد کارکرد قرار می دهد. از آن فرصت تا امروز 2 ماه گذشت و لایحه تجدید و از نوسازی را متخصصان پیشنهاد نمودند. یکم لایحه‌ای که من گفتم همین از نوسازی هیکل کمال خوجندی پورا لایحه‌اش آماده شده که امروز پیشنهاد میکنم. حکومت مهلتی گفته نمیتونم که داوم 6 ماه داوم 3 ماه، لیکن من همچون رئیس شهر البته نقشه هست کردگی حاضر در دایره امکانیات‌ها هم از بودجه محلی هم با دستگیری من صاحبکاران کارخانه‌های صنعتی با دستگیری محترم رئیس ولایت پورا و موضوع از نوسازی میشن. از روی لایحه مذکور نیمپیکری این موضع شکل جایگیرشویش را دیگر میکند و برای استراحت ساکنان و مهمانان خوجند کرسی‌های زمانوی گذاشته خواهد شد. عموماً تغییرات آبادانی از روی خلاصه‌های تاریخ‌نگاران و باستانشناسان و هم کارشناسان جمعیتی به راه مانده می شود تا در خوجند سیمای قدیمه انعکاس گردد و برابر آن شهر جوان و معاصر بودن آن احساس شود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.